complete در زبان انگلیسی کمپلت خودمون در فارسیه که اولا توی تلفظ حواسم هست شوا داره complete، اینم آیدو نقطه هم که ایه کشیده است complete، و همونطور که گفتیم کمپلت و کامل و کاملا و اینها معادل های خوبیه براش. مثلا مثال هایی که از چت جی پی تی گرفتیم رو نگاه بکنید. گفته که the team is finally complete، که تیم بالاخره کامله. everyone's here، همه اینجان. دقت میکنم این لیستش رو قبلا هم براتون گذاشتم، indefinite pronounه و ضمایر نکره رو معمولاً باهاشون مفرد برخورد میکنیم. برای همینه که everybody، everyone is here. یا مثال بعدی گفته که the list is not complete، که این فهرستمون کامل نیست، که من رو یاد این میمه میندازه که ویکی‌پدیا یهو یک لیستی از مثلا قاتل های سریالی و چه می‌دونم نسل کشی ها رو میاره و میگه که the list is incomplete، که این لیست کامل نیست و help us by expanding it، که با کامل کردنش به ما کمک کنید که نکنید. یا مثلا میگه که it was a complete surprise، که یک سورپرایز کامل بود، که حالا این رو تو عبارت های دیگه هم میتونم داشته باشم complete stranger، complete silence، complete control الی آخر. و میتونه فعل هم باشه همین کلمه به معنای کامل کردن، که مثلا یک فرمی بهت میدم میگم please complete this form، که این فرم رو برامون کامل بکن. میگه she completed the project on time، که پروژه رو سر وقت on time تمومش کرد. اوکی، سوال چیزشید بپرسید. بوس.